جیمی فلای پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد یعنی رادیوی آزادی به حکومت تاجیکستان گفته است که به عهدش درباره امکان دادن به فعالیت بی‌ممانعتی کارمندان رادیو در تاجیکستان وفا نکرده است. طور رادیوی آزادی اطلاع می‌دهد اظهارات پرزیدنت رادیوی آزادی روز 21 ینور نشر شده، نسخه آن به سیراج‌الدین محری‌الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان هم فرستاده شده است. جیمی فلای نامه را به سیراج‌الدین محری‌الدین بعد از آن فرستاد که وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 21 ینور به 4 خبرنگار و کارمندی رادیوی آزادی برای همگی نیم سال پروانه کار داد. بر اساس قانون در تاجیکستان وزارت به خبرنگاران اجازه کار 1 ساله باید بدهد. عین زمان 7 کارمندی رادیوی آزادی از حق کار در دفتر محرومند و 7 نفر دیگر نیز فقط ماه اکتبر سال گذشته برای مدت محدود اجازه فعالیت گرفتند. همین طور پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است که بدون تأخیر اجازتنامه فعالیت همه کارمندان رادیوی آزادی را صادر کند. ماه نوامبر سال گذشته پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جیمی فلای با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در شویتزاریا ملاقات کرد و دو طرف وضع و شرایط کار خبرنگاران و کارمندان رادیوی آزادی را در تاجیکستان بررسی نمودند. بار اول نیست که روند دریافت اجازتنامه کار باعث نگرانی ها می شود. در سال 2016 نیز پس از نشر یک مقاله در مورد مقام نوی یکی از دختران رئیس جمهور امامعلی رحمان در وزارت امور خارجه، این وزارت اکریدیتاسیون 6 کارمند رادیوی آزادی را بازخواند کرده بود.